و نوروز امساله نخستین قدم‌های خود را به سرزمین تاجیکان گذاشت. این عید با شکوه تاجیکان همچون پیک شادی و فرح نه تنها دشت و دمن را لبریز گلوگیاه کرد، بلکه دلهای آدمان را هم لبریز سرور و شادی گردانید. در همین روزهای تجلیل نوروز بین المللی در شهر ترسونزاده کودکستان خصوصی نوروز برای قبول 100 نفر کودک مورد بهره برداری قرار گرفت. در مراسم افتتاح کودکستان معاون سروزیر مملکت محمد طاهر زاکرزاده و رئیس شهر ترسونزاده محترم سجاودین سلامزاده اشتراک نمودند. غمگساری ماست چون ما در وطن نیز روزه غمگسارش می شویم، همچو فرزندان با ناموسونن روزی سختی در کنارش می شویم. بعد از بریدن لنته رمزی مهمانان از اتاقهای خواب، تالار مشغولیت و شرایط زیست و زندگانی کودکان از نزدیک شناس گردیدند. در واقع امروزها در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری برای نسل نورست در کودکستان و مؤسسه‌های تعلیمی شرایط خوب فراهم آورده می شود تا که آنها از علم و دانش معاصر برخوردار گشته در آینده صاحب کسب و هنر باشند. خودی همین روز با اشتراک محمد طاهر زاکرزاده معاون سروزیر مملکت و رئیس شهر ترسونزاده محترم سجاودین سلامزاده افتتاح مرکز سودا و خدمترسانی کاخ نور در محله یکم شهر ترسونزاده برگزار شد. بعد از بریدن لنته رمزی مهمانان از نقطه‌های سودای این مرکز دیدن کردند. در آشانه دوم کاخ نور باشد مرکز دلخوشی کودکان نیز با بهترین شرایط‌ها مورد استفاده ساکنان شهر ترسونزاده قرار گرفت. گفتم به مورد است که از حساب صاحبکار وطنی شوکت مدرحیموف زیاد 30 نفر کودکان از عائله‌های نیازمند در عرفه جشن نوروز بین المللی ختنه کرده شدند. در واقع دست بیچاره و یتیم را گرفتن و خیر کردن در عرفه جشن عیدها امر است خیر و ثواب. همچون نماینده از محله نهم شهر همین ترسونزاده خودمان با مناسبت فرا رسیدن من نوروز عجم همه همین کودکان را تبریک و تهنیت را برای اینها سلامتی پیش هستم، عمری دراز و با تشکیل کنندگان همین سنتویی که به همین 30 نفر کودکان کردند پیش هستم با پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت محترم امام علی رحمت میگویم که چنین همین خیلی فرزندان را دستگیری میکنند، فرزندان کم بضاعت را من با رئیس شهرمان نیز با تشکیل کنندگان همین معرکه تنصیحاتی و خاطرجویی رحمت میگویم به همین تشکیل کنندگان همین معرکه که همین فرزندان را دستگیری کرده ایستادند در همین روزهای عید نوروزی.